جوانی طاعتی ما نکردم طاعتی شایسته‌ای رها نکردم در جوانی طاعتم حاصل نشد مشکلی خود را چرا آسان کردم مشکلی خود را چرا آسان کردم در جوانی طاعت ما نکردم طاعتی شایسته رها نکردم طاعتی شایسته رها نکردم استاد محترم اینقدر صحنه وزنی گرفتن که باور کنید که در خط قائل شدن نکن. یک سرودی امیر خسروی دهلوی رو در اینجا خوندم. افاق را گردیدم مهر بتان ورزیدم بسیار خوبان دیدم اما تو چیزی دیگری. برای همین دوستان عزیز یک بیت استاد لایق به خاطرم میرسد که میگوید گرچه در بزم بزرگان کودکی گهوارم با همک همظرفی خود جزو این سیارم شاعرم یا حافظم میخواره یا غمخوارم هر که هم باشم و قصدی دشمنانم زادم. با افتخار سبحان سید بیایید یک بار دیگر قرصک زنی میکنیم.